ناموس ها. اول کدامی از شما را بکشم؟ نابودتان. قوماندان؟ در اینجا چیکار داری ظفر؟ مبارک شود. ظفری نابکار جواب ده. در اینجا چیکار داری؟ جواب ده. جناب کم پیش. چی شد ها؟ چرا همه تان آمده؟ معلمانی که فرزندانمان را صاحب علم میکنند از مد نظرمان دور نیستند. سلامت باشند. گریزید مبادی ترکنده است. نزدیک نشوید که میکافونم. مالش برادر، تو آرام شو. کسی به تو نزدیک نمیشه. فهمو؟ مگر مرا مسخره میکنه؟ چرا همه اتان آمدید؟ جناب کمی پیش طریق تلفنی بیسیم آیدی در اینجا بودن شما و تشکیل کردن سوء-قصد خبر دادن. ما هم برای همین اینجا آمدیم. ما هم این خبر رو شنیدیم. چی خیلی خبر؟ کی خبر داد؟ قلیچ دهان مرا میشنوی؟ بمانده این را بمانده. قلیچ دهان من کلیچ دهان گپ زن. اگر خواهی که خواهینی در بینتان بوده رو پیدا کنی با آینه نگاه کن، چون که خواهین تو خودت هستی. سردار التماس رویم. فرزندم رو سرده او رو بخته. اصین ایستا که میتر کنم. التماس فرزندم رو نجات ده. جناب بیاد رویم وگرنه شما رو میکشند. من کلیچ دهان هستم و به من کی بودنت را بگو. گپ زن. چنان دار هستم که نفسم رو حس نمی کنی و چنان نزدیک هستم که گرمی دلت رو حس کرده میتوانم. من حس میکنم که تو میترسی قلیچ دهان، میترسی. اما نترس قلیچ، لرزه کن، بلرز. تو را نابود میکنم حیوان. تو را پیدا کردم میکشم. التماس میکنم دخترم رو نجات ده. تحسین اگر روی این کودک همراهی من پرواز میکنم. آرام شو. ببین من میآیم. کودک رو سرده مرا گیر. آرام شو. لرزه میکردم. حالا عقلت را از سرت بگیرم چی بودنی لرزه کردن را میفهمی. این کاری شخصی مخفی ما می باشد. گفته درست است. این شخص کیست گل؟ کیست؟ چرا با ما یاری می دهد؟
نمیدونم، اما شکر میکنم که تا حال زنده هم. آروم شو. فهمیدی؟ جناب شما چی کار میکنید؟ درویش زودتر باش زودتر. آی مردم دخترم رو نجات دهید. آروم شوید. بیا آروم شو. کودک رو سر ده. مرا گیر. بیا. جناب تحصیل نزدیک نشوی. آروم شو. هرگز نزدیک نشوی. آروم باش. تماشابینان عزیز، هوا از جای حادثه به ما خبرهای نو را دسترس می نمایند. مردی که در تن موادی ترکنده داشت ترکانیده نتوانسته است. احمقها نیتشان جناب تحسین را کشتن بوده است. بله، حاضر به ما خبر آمد که جناب تحسین را گروگان گرفته است. از شما خواهش میکنم از بین گل دخترانتان دختری زیباترین و با تجربه را آماده کنید. چقدر وقت داریم؟ وقت ندارید. زود باید فعالیت کنیم. این را برای به تحسین کلاغلو مانع شدن. جناب تاریخی آینه نیلگون خبر شنیدیم که تحسین کلاغلو را جنایتکاری اسیر گرفته است. چی؟ نباید اینطور شود. کلیچ این کاری کلیچ است. بعدا مفصل‌تر صحبت میکنیم. از من خبر را انتظار شوید. فهما آروم شوید. هرگز نزدیک نشوید. هرگز. آروم شو. یگان کاری خطا نکن. فهما آروم شو. نزدیک نشوید که میتر کنم. کسی از قفای ما نآید. فهمیدم که هدف تو من هستم، اما به دیگران ضرر نرسان. سوار شو. احمقها، بیعقلها، تروریستای گرم، مگر موادی ترکنده را از کاغذ تیار میکنند. دقت با توجه تمام گروه ها تروریست جناب تحسین کلاغلو را با ماشین سوار کرد. چه خیل به ماشین سوار کرده است؟ ناورده براها، تروریستای بیعقل، حیوان. باز کار با عهده من بود. این گناه ماست گل. اگر به فیربی کلیش باور نمیکرده مانع شده میتوانستیم. حالا امکان داریم. آیاز هم در آنجا بود. دیوانه میشوم. فرهاد گپ رو کم کرده زودتر ران. زودتر ران. باز زودتر. فهمو دادرم. آرام شو. غمگین نشو درویش. غمگین نشو. خدا خواهد جناب تحسین را نجات میدی. غمگین نشو برادر. ماشین شبهناک از راه جنگیری گذشته برای شبان روان شد. بسیار خوب. بیا تحسین. از دست کلیش دهن مزرعه مرگ را بچش. وقتش آمده است.
اینجا سراغچی از من چی میخواهید؟ تو خود را کی میشماری؟ فراموش نکن که تو را ما ساخته ایم و تو لوختکی ما هستی. برای چی از ما اجازت نگرفته این عملیات را گذراندی؟ آید کدام عملیات سخن میکنید؟ 2 روز میشود که نه در شرق و نه در جنوب زد خون نشده است. این هم باشد به خاطر شما. چه شرق جنوب؟ من آید عملیاتی که زیدی تحصیل کلاغلو کردید میگویم. اون شخص که در تن مواد ترکنده داشت آدمی تو بود است. بله، اما با امر شما کردیم. چرا سفسطه میکنی؟ من کی به تو چون این امر دادم؟ کماندان کلیچ گفت که این امر را شما داده اید. کلیچ تو را خام میخورم. آرکچی نابکار، مگر من شیرینی هستم که خودم را با شما پیشکش کنم ها؟ کمی انتظار شو آرکچی، برایت سری تحسین را میارم، سرش را. دعوای ما را حقارت دانستی و ما را نست شماریدی، نست دانستی. من چنین کار را نکردم. من با شما یگان درد ندارم. درد من راهبران شماست. خب کن، تو عذابهای کشیده ما را از کجا میدانی؟ چقدر خونریزی شد تو آنها را از کجا میدانی؟ فهما، آرام شو تا که صحبت کنیم. این کارها با جنگ و مواد ترکنده حل نمی شود. همین خیل حل می شود. همین خیل حل کنم. حل کنم. فهما، یگان کار خطا نکن. جناب تحسین با مانندی پدرم بودن. آن شخص با من صاحب شدن، صاحب کار و نام کردن. چرا این خیل میکنن؟ آنها چگونه انسان هستند؟ درویش، جناب تحسین نمرده است و نمیمیرد و این راه نمیدیم. با پیش نگاه کن. خوب. ماشینی که در درونش جناب تحسین است در راه شبان می باشد. کسی که نزدیک است را محکم کند. تکرار میکنم را محکم کنید. محکم کردیم خواطر نشو. اکنون بیا جناب تحسین. اول تو بعد شخصی ترکنده را میکشم تحسین. جناب همه جا رو جستیم اما جناب قلیش رو یافته نتوانستیم. احمق، مردی احمق. جناب ارلی خان با شما زنگ میزند. نه کنون فیلم آغاز می شود. این رو میجستی؟ به من ده، زود به من ده. نزدیک نشو که میپتایم. زود به من ده. چی شد آرکچی؟ وقتی ما رو برای چنین انسانی ناعهده برا گرفتی؟ یا اینکه تمامی مبلغ‌های ما رو به صورت حسابی شخصی نادرست گذراندی؟ نه جناب، اینجا نافهمی شده است، اما در مدت کوتاه حل میکنیم، خاطر نشد. با تو آخرین بار امکانیت میدیم آرکچی. یا این کار را حل کن یا اینکه به آواز قلیش را گور کن.
ایاز زودتر ران، زودتر ران تا که به آنها نزدیک شویم. بیا جناب تحسین، عجلت تو را انتظار است. آن را زود به من ده، زود به من ده. چه گپ شده؟ زود به من ده میگویم، زود به من ده. چی شد؟ به این جسارت پیدا نمیکنی ها؟ آن را به من ده میگویم. زود. خودش چی گپ است که یک شخص را هم کشته نتوانستید؟ چنی پرنده عقل نداری تحسین. تو به چنین مقصد آوار شدی. جناب تحسین! بمب ترکید. در روی شبان بمب ترکید. همه به اونجا روان. آه خدای من. احمق تروریستی به عقل. اگر این شخص با سببی تو نمرده باشد قسمهای پاره شدت را جمع کرده تکرارم میپرانم. به ناموس. چی شد تحسین؟ تا حال نمردی؟ چرا نمردی؟ دعای آخرینت را بخوان. جناب تحسین خواطر نشوید، زنده میمانه. داوید در اینجاست، در اینجاست. جناب ماشین یاری تجری از خفا میوه. نگاه کردن ایست زنگ زنید. خواطر نشوید جناب تحسین، زنده میمانید. اطراف رو احاطه کنید. زود در اینجا نایسته. زود پراکنده شوید از پی کار. اطراف را احاطه کنید. زود کلیش هم در اونجاست. جناب تحسین رو میبینی؟ در اونجا است، زنده و در نزدیک کلیچ می باشد. این بیشرف باز با پلیس یاری میدوده است. و یاری تجلی زنگ زنید. تا حال یاری تجلی نآمده است. جناب تحسین
جناب تحسین نجات خواهید یافت. با شما چی کار کردن جناب؟ با شما چی کار کردن جناب؟ چشمانتون رو گشوه. تو در اینجا چی کار میکنی؟ اصلا تو در اینجا چی کار میکنی؟ جناب تحسین خواطر نشوید. جناب یاری تعجیلی زودتر. زود باشید زود. یوری تاجیلی حاضر شد. زود برداره. تو ما میبرداریم. زود باشه. تستر باشه. در اینجا چی شد جناب؟ این خیل شد. چی خیل نقل کنم؟ چی خیل بود همون خیل شد. تو چی کار داری؟ از پسی کارت شو. آن مرد با مرد مبارزه میبرد. قریب بود که مرد. زود از پسی کارت شو. پراکنده شوید، اما به جای خود. رفته. جانان ایستا. چرا به زنگ‌های من جواب نمیدی؟ ها؟ گپ زن. تو مستی. در چنین احوال با تو گپ زدن نمیخواهم. اما من میخواهم که صحبت کنم. گوش میکنی. تو چی کار میکنی؟ سرده. جانان چی خیلی که فهمیدی اون خیلی نیست به من تهمت کردن. دستم درد کرد. سرده مرا. اما کارو عیازی به ناموس کرد. من یکون کار نکردم جانان. من یکون کار نکردم. به من باور نمیکنی ها؟ باور نمیکنی ها؟ بس است. سرده مرا. اقلا یک مراتب خطایی کرده را قبول کن. کمی جسور شو. سرده مرا. نلو جانان آخر مرا گوش کن. من بیگناه هستم. به من تهمت کردن. سواش شد آرام شو. دوستم آرام شو. بیا کمی صحبت کنیم. بیا رفتیم. بچه تو چی نوشیدی؟ سپیرت نوشیدی؟ اوه با سیر پیاز خورده است. سوار شو که معده‌ام را ویران کرده. التماس با ما یگان چیز گوید. التماس با سوال ما جواب دهید. والدی احوال جنابی تحصیل نکن. کمی آرام شوید. صبر کنید. خانم همیشه احوالش چی خیلی است؟ چرا کسی با ما چیزی نمیگوید؟ ما از خواطر مردیم. درویش آرام شو برادر. کمی پس دکتر میآید. آرام شو. التماس میکنم گوید که شما جنابی تحصیل خبر شده. تحسین چی خیلی خوب است. ینگه با ما چیزی نگفتم و جنابی تحسین رو با درون در آوردم. ینگه آرام شو. رو با دست گیرید. ینگه در اینجا شیم. آرام شو. قماندان کلیش می آید. رفیقان قماندان کلیش می آید. ینگه من او را محافظت کرده نتوانستم. جنابی تحسین را محافظت کرده. تحسین چی خیلی خوب است. خواهش میکنم با ما خبری خوش گوید دکتر. جناب تحسین خوبند. خطری تهدید نمیکنه. خواطر نشوید. خوب بوده است ایاز. جناب تحسین خوب بوده است. خدا را شکر. ولی این شب در مهمانخانه نگاه میداره. پگاه باشد جوابشو میدید. جناب کلیش باید واسه جناب تحسین چی بگید؟ رفیقان ساعته خدا شفا دهد. خدا شفا دهد خانم. اگر یگان خواهش داشته باشید هرگز خودداری نکرده بگویید. حادثه ناخوش است. من همان شخصی که
شوهرتان را نجات دادم. گنرال پولکونیک کلیچ. اگر این دور باشد خدایارتان بود. янга ҷаноби таҳсинро ҳоло ба ҳуҷраи оддӣ мебаранд. биёед мо ҳам боло бароем. рафтем бачаҳо. بار دیگر خدا شفا ده. ایاز جان، تو خانم را همراه کودکانش نگاه بین کن و گفته هایشان را اجرا کن. اکنون رو. جناب کلیچ از این حادثه چه خیلی خبردار شدید؟ با تروریست چه خیلی مانع شدید؟ سوی قصر رو کی تشکیل کرد؟ معلومات دارید؟ رفیقان، آرام شوید. اولا به کشورمان صبر را تمنا میکنم. سلامتی جناب تحسین خوب است و جای خواطری هم ندارد. فقط آنهایی که حمله را به سیاستمدار برومند کشورمان کردند لعنت میخوانم. فراموش نمیکنیم و حتما آنها را پیدا میکنیم. شما هم در آنجا بوده اید. حادثه از سرگذرانده‌تان را به ما نقل کنید. بله جناب، ما هم در این باره دانستن میخواهیم. رفیقان، اصلا حادثه واهمناک نیست. من همچون افسری با شرف وظیفه‌ام را اجرا کردم. مردی در تن بمب داشته را چنان کردم که به جناب تحسین ضرر نرسانده نابود شد. حالت وزنی و احتمال مردنی من هم بود، اما به وظیفه مقدس هم تکیه کرده جناب تحسین را نجات دادم. پس جناب تحسین برای راستای شما و شتم خبر را پنهان کردن. در این باره چه میگفتید؟ رفیقان، جناب تحسین سیاستمداری با شرف و مشهور این کشور است. شاید بعضی قوه‌های بیرونه به اون معلومات‌های خطا را دسترس کرده باشند. شاید قوه‌های بیرونه او را فریب کرده باشند. اما همین را می‌دانم که من و جناب تحسین برای این وطن جانمان را به یگان شک و شبهه فدا می‌کنیم. برای آن که ما به این وطن عاشق هستیم. از او ذره هم نرنجیدم. اما من یک هدف دارم که پایداری صلح در ترکیه است. ظفر؟ کلیج دهن. گنرال پولکونیک کلیج دهن. نتوانستم پدر. بینید موفق نشدم. بس است ننوش دیگر. دوستم تو چگونه جگر داشته یا؟ با مانند من تو جگر داری. از نوشیدن خودداری کن وگرنه از اوش رفته میموری. طریق با جنازه من چند کس می آید؟ 3 نفر. اما خودم رو نشماریدم. میدونی که من با جنازه رفته نمیتوانم چون که از مرده میترسم. با فکر من 3 نفر هم نمی آید. همه از من روی گرداند. چی کاری که نکرده باشم با چشمی بهتر نشدم. کوشش کردم تا که با او مانند شوم، اما برعکس به آبرو شدم. مادرم، جناب هلدون، همه از من روی گرداندند. فهمیدی، اما یگان تای آنها به مانند جانان سخت نرسید. من تنها ماندم. تمام، همش گذشت. گریه نکنید گلتین. ما را ترساندی پسرم. خدا را شکر که احوالت خوب است. شفایی کامل. شکر میکنم که خوب هستم امک. با دعای شما نجات یافتم. درویش، امک صراف، ینگت و کودک ها را به خانه ببر. در اینجا بیهوده انتظار شده مانده نشوند. نه، من نمیروم. امشب اینجا میمانم. سلامت باشید امک. در اینجا درویش کفایه است. سلامت باشید. جناب تحسین، من همه رو میبرم. شبانه با درویش در نزد شما میستیم. مایلش. سلامت باشه است. روید. من خوبم.
نابکار نمرد و نمیمیرد. حالا باشد آرکچی از گریبانم میگیرد. گوش کن ظفر، ما باید شخصی حجت دسترس کرده را پیدا کنیم وگرنه ما را مانند گوسفند استفاده میبرند. این چی گپ است؟ جناب ظفر آرام نیست. اینها آدمان آرکچی هستند. انتظار شو. ایاز اکا دادرم خوب هستی؟ یگون معامو نداری؟ نه اکا نه، من خوبم. بینید جناب تحسینم خوب است. پگاه سحر به خانه میبریم. شما چی؟ شما خوب هستید؟ در آخر خبردار شدیم ایاز. مانع شده نتوانستیم. ما سبب شدیم. شما سببگار نیستید. خلیچی بینامو سببگار است. او کرد. این کاری اوست. این کاری وی است. امر عملیاتی ساخته رو گرفتیم. کلیچ با من و گل دام ساخته است. رفته دیدیم که کلیچ انتظار است. چی ها میگوی اکا؟ خیر چه خیل نجات یافتید؟ تمام ژیتم با آنجا آمدند. با ما شخصی مخفی که یاری میداد طریق تلفن بیسیم اویدی در خطر بودن کلیچ خبر داده است. فکر کردم که ما هم برای همین آمده ایم. یعنی اگر اون آدم نمی بود حالا تو و اپای گل کایها. چرا تو اینقدر به کشتن من مروق داری؟ من حالا نمردم. نه که من برای این نگفتم. و هم تو خاطر نشو. اگر بمیرید هر دویتان رو یک جای گروه میکنیم. بر بر بله. تو چگونه شرم نداری ها دهان کلام؟ آخر حقیقت رو گویم همین خیل دهانم کلام میشود. چیکار کنم؟ با دهانت چنان میزنم که بخشش هم گفتن نمیتوانی. فیسین ای بچه تو با عقل نمیشوری ها؟ نه اکا نکن بگرنه من هم مشغول میشم میزنم. دادرم خودت رو احتیاط کن و جناب تحسین رو نیز محافظت کن. تمام اکا تو خاطر نشو. من در برش هستم به او چیزی نمیشود. خیر دادرم. خوب تا باز دید. حادثه زود به وقوع آمد. حاضر دمد را گیر. تو خود را کی میشماری؟ ها؟ این چیکاری بود که تو کردی؟ تحسین کولاغلو بمیرد قهرمان میشود، دوایش پرقوت میشود. تو از ما نپرسیده و اجازت نگرفته چطور به این کار دست زدی؟ من به امر گرفتن عادت نکردم. کار خودم را با راه خودم حل میکنم. مگر راهی حلی تو همین است؟ مگر راهی حلی تو همین است احمق؟ برای تو اینقدر پول، اینقدر وقت، اینقدر مهنت صرف شد. حیفی تو. ارلی خان حق بوده است. تو یک مردی رزیل و احمق بوده ای. من وظیفه‌ام را اجرا میکنم. اما کسی با تمام کارم مانع می شود. نزدم مانعی است. کیست قلیچ؟ کی با تو مشغول می شود؟ نمیدانم. دایما در اطرافمان دور زدم. کارمان را محو می کنم. در روزهای نزدیک تمامی کارهای افلاسمان فاش می شود. گوش کن، به نزدی من آمده همانند کودک ناله نکن. او را پیدا کرده به نزدی من بیار. اگر آورده نتوانی آن وقت من عقلی تو را از سرت میگیرم. کار نابود کردن تحسین را به دیگر کس سپاریدم. از او دور باش، وگرنه تیرویستی خودکش
تو خواهی شد. الو من آرکچی پگاه دختری که گفتم بگو که تیار شود پس پگاه به وظیفه شروع میکنه. خوب شده است. پگاه دخترها رو بیار بشیر. از این برمی آید که رد کردن نتوانستید. خانم چرا تو حال گریخته نمی روید؟ چرا به این آدمان لختک می شوید؟ فکر میکنی که پرویز فرحی سر میدهد؟ او یکی از راهبران اداره امنیت جهان می باشد و من به این دوم هنگامی گم کردنی جانان افتادم و دیگر برآمده نتوانستم. با مانند دیگر دختران شدم. مرا مجبور کردند که ثروت قوشچی را برای جاسوسی استفاده ببرم. تصادف همین است که این عائله دور شوی برای دخترم را دیدن به من راه گشود. بعداً جای آن غم و غصه را قصد گرفت. به بازی کردن مجبور شدم و دوام دادم. وقتی که مرا به اداره دختران وادار کردند کوشش کردم که خودم را به آنها ببخشم. یعنی تنها میخواستم که با آن بیکسان مادر و اپا شوم و از چنین نظام تا حد امکان ضرر دیدنشان را کم کردم. فهمه خانم، اما تا کی؟ تا کی که باشد. متاسفانه از دست من همین می آید. جناب چی گپ است؟ چرا به من چیزی نمیگوید؟ من بعد آیدی همه چیز خبردار میشه زفر. خواطر نشو. اما پیش از همه آن شخصی که با ما نای رنگ میکند باید پیدا کنیم. یافته باید پوستش را بکنیم وگرنه ما را همچون کاه دانسته زیر پایش پایمال میکند. خانم دختران آمدند. اگر اجازه دهید به اینجا قبول کنم. بیایند. خانم نه لازم نیست. خوش آمدید. بشیر همه درها رو محکم کن و کسی به درون وارد نشود. خوب شده است. تنجی است خانم یا اینکه یگان گپ شده است؟ متاسفانه این دفعه خبرها ناخوش است. خائن ما را مسخره کرد رفیقان. من و همه اتان را در بالای آن بام صف کشاند. احسن به ما، احسن به شما. خوش آیا کلیش دهن به این سرخم میکند؟ هیچگاه. آدمانی کلیش دهن به این احمقی خب میکنند؟ نمیکنند. این طور که باشد به خود بیایید رفیقان. ما شیطم هستیم. ما می نوازیم آنها رقص میکنند. لیکن کسی که برآمده رقص کند شخصانی کفکوبی میکرده بسیار میشوند. گوش کنید. این به شما آخران خطاب من است. میفهمید؟ این خائن را پیدا کرده به من آورید. وگرنه یافته نتوانستید و نآوردید به اشک چشمانتان نگاه نمی کنم. به همه تان جزا می دیم. به همه تان جزا می دیم. حسن
زود گروهت را جمع کرده. بینا را یک یک کافت و کاف کن. معلوم است که این خائن ما را گوش میکند. شاید در یگان جا جهاز گوش کننده باشد. خوب شده است جناب. شما باشید کارگران را پرسجو میکنید. از پرسجو گفتنم چی نیت داشتنم را فهمیدید. به کسی رحم نکنید. یکی تو ایستا. تا امروز کوشش کردم که شما را حمایت کنم. برای با افلاسی تشکیلات آلوده نشدنتان شما را حمایت کردم. تمام وظیفه های داده شده را رد کردم. حتی بسیارش را قبول نکردم. یگان توی شما را روا ندیدم. شما را همچون دختر خودم می حسابیدم. همه اتان را با مانند دخترم دوست داشتم. نخود که ما ندونیم حق شما رو پرداخت کرده نمیتوانیم. با شرافت شما ما حیاتی نو بنیاد کردیم و حالا ما آدموار زندگی میکنیم. متاسفانه این دفعه وضعیت دیگر است. وظیفه مخصوصا از طرف پرویز فرحی داده شده است. امروز مجبور هستم که از بین شما یکی رو انتخاب کنم. بسم الله. جناب چرا شما خیستید؟ زخمایتان حالا خوب نشده است. درویش به هیجان نیا. دکتر به رفتنمان اجازت داده است. آفرین آفرین. تینجی است این دخترک کیست؟ این دختر همدیه من است. یک گفتنی دارد اما مادامی که شما میروید بد میگوید. هیچ گپ نیست جانم. بیاید. بیا. در دهه ما محمد نام مردی است. خدا رحمت کند. گلسون دختری آن کس است. خیش تبار استید؟ نه خیش تبار نیستیم ما. اما من او را از آنی کودکیش میشناسم. خوب میدانم که چیکل کلان شده است. او میخواهد با شما دردش را گوید اما با فکرم شرم میدارد. هیچ گپ نیست دخترم، گپ زن. فرزندم کی این رو به تو روا دید؟ نپرسید جناب. پس از مرگ پدرش مادرش هم وفات کرد. یک امکی بی‌ناموس دارد. او میخواهد گلسون را با شخصی که دوست نمیدارد به شوهر دهد. اما گلسون طاقت نکرده به اینجا گریخته آمده است. جناب التماس به من کمک کنید. قریب بود که خودکشی کنم. التماس بفهمید دیگر تاب نمیارم. فهما اول برخیز. اکنون نقل کن. دیروز نافهمایی بزرگ به وقوع آمد. کمی بود که آدمی قدرناکم را میکشتم. تو از من نرنجیدی؟ مهم نیست. البته بابام اول شده برای نجات دادن من آمدنت از چشمم دور نیست. آفرین. میدانستم که به تو باور کردن ممکن. اگر باوریتون را نسبتاً قوی‌تر گردانده باشم شرفمندم. ببین ظفر، یگیت ما از ما رنجیده است. پسرم، عزراییل دای ما در قفای من ایستاده. زود کلیچ گویان به گوشم آواز میده. اگر تو هم به جای من میبودی خود را حمایت نمیکردی. حق است جناب. البته حق هستم. این کارا شما هر دو حل میکنید، ظفر و تو. آن میانه روکی که به تحسین حجت ها را دسترس میکرد باید پیدا کنیم، برای آن که آن شخص ما را به خائن میرساند. همین طور آدمانی در نزد تحسین بوده همش رو پناک هستند.
فهمیده؟ با کی سلام گفته است، با کی وا خورده است و به خانه کی در آمده برآمده است میخواهم که بدانم. از رانندهش سر کرده تا بابایش شبهناک هستند. با من معلومات بیاره، روی خط. خوب شده است جناب. آن بی‌ناموس را پیدا کنید یکی. زود پیدا کنید که بسیار گپ نزده زبانش را ببرد. چیلی مادرم نبرآمده خواستند مرا به شوهر دهد به یک مرده که سن و سالش برابری پدرم است. من در شب فاتحه هم به انقره گریخته آمدم. کار میکنم، رزقم رو مییابم، ولی با اون پیر اویله‌دار نمیشوم گفتم، اما نشد جناب. خویشاوندان خواستند حیاتم را پوری عذاب کنند. با یک عذاب ناموسم را حفظ کردم. میکنند دخترم، میکنند. به ناموس ها کم نیستند. میکنند. فهما اکنون گریه نکن. اگر خواهی مرا همچون پدر یا این که اکدان، من بعد کسی به تو ضرر نمیرساند. من بعد ما هستیم. همین خیل نیست درویش؟ تشکر جناب. لازم نیست. درویش این خیل میکنیم. حالا خواهرم گلسوم را به یکان جای بهتر جایگیر کن. بعدتر با او یکان خانه میتوانیم پیدا کنیم. فهما؟ خوب جناب. جناب خدا از شما راضی باشد، ولی من چطور خوبیتان را برگردانم؟ با من کار دهید. چای دم میکنم، ظرفها را میشویم، خلاص هر کاری باشد میکنم. نمیخواهم که به کسی محتاج باشم. فهمیدم. این طور که باشد پگاه تو به آفیس آمده با کار شروع کن. فهمیدی؟ خدا از شما راضی باشد. خواهرم گلسم، اگر تو پس از هر سخنم دستم رو ببوسی کارمان بسیار میشود. رفتیم گلسم، به اینم جناب زخم دارد. رفتیم. تشکری زیاد جناب. خدا یارت باد. با شما روزی خوش. آیاز. ای خدا، این در اینجا چی کار میکند؟ خدا نگاه داشته از پسرم. خدا نگهبانت باشد. تشکر. اما من نه، جناب تحسین زخم دار شده است. تو به زیارت او آمدی؟ نه، من جناب تحسین را نمیشناسم. خدا را نیز نگه دارد. وقتی که در آینه نیلگون دیدم بسیارتر از تو خواطر شدم. شکر که خوب هستی. خوبم. تو چی؟ شکر. وای ایاز جان، حجت ها در درون ماشین است. اگر بیکار باشی بیا آن کار را حل کنیم. چی میگویی؟ کدام کار را؟ چه خیلی کدام کار؟ بله. آخر با تو زمین هایم را میفروشم گفته بودی. زمین ها مایلش به فکرم سراسیمه نیستی. حالا جنابی تحسین میبراید، او را به خونش میبرم، بعد حل میکنیم. میشود؟ اگر خواهی بیا این خیل کنیم. آخر تکراران آید این چیز صحبت کردن بیهوده است. بهترش پگاه در نزد بینای گیالوگی زمین وا میخوریم. چی فکر داری؟ میشود. مایلش خیر. سلامت باش. خدا نگهبانت باد. سگ. خواطر نشوید. به خطری آدمی انتخاب کردم رو خودم نظارت میکنم. وعده میدهم که با ضرر دیدنی کسی از شما راه نمیدهم. این رو فراموش نکنید. دست و چشمانم همیشه در نظارت شماست. برای محافظت شما چیزی که از دستم آید میکنم. تو چی نام داشتی؟ جانم. Sevgi. Sevgi istedi. دیگران می توانید روید.
جناب تحسین شفای کامل. میگویند که احوالتان خوب است. شکر میکنم که خوب هستم. سلامت باشید. میدونید که با تروریسم هدف شده اید. اویدی اون حمله خوینانه یگان گفتنی دارید؟ یگان کار میکنید جناب تحسین؟ رفیقان راست گپ حالا میخواهم که رفته در مسجد نزدیکترین نماز جمعه رو خوانم. با اجازت شما. ببین چگونه هوا بلند شده است. باید از سرش میپراندم اما با دستان خودم او را قهرمان کردم. اشگم نه، حالا میرویم و قهرمان اساسی را نشان میدیم. جناب تحسین همراه شما به مسجد رویم. رفیقان برای به مسجد رفتن از من اجازه میگیرید؟ کسی که عبادت کردن خواهد مسجدهایمان کشوده است. جناب کلیچ برای خبرگیری آمدید. جناب کلیچ وقتی که بمب ترکید شما در آنجا بودید. حادثه چطور به وقوع آمد؟ رفیقان اینجا جای روایت های قهرمانی نیست و اجازت دهید که با جناب تحسین عرض زیارت کنم. با اجازت شما. احسن جناب تحسین. میبینم که به پا خستید. خرسند شدم. خداوند شما بر این انسان نیک را به همه امان بخشید. برای وطنمان و ملتمان خداوند نگهبانتان باد. زفر چه خیلی که شنیدم مرا شما نجات داده. استغفر الله. تشکر زیاد. سلامت باشید. همچون وطن پرور وظیفه‌ام را اجرا کردم. این وظیفه ماست. شبهه ندارم. نمیخواهم که وقتتان را بگیرم. شاید شما به خانه‌تان رفته با عائلتان استراحت میکنید. اصلا به خانه‌ام نمیروم. میدونید که امروز جمعه است. همراه رفیقانم به نماز میروم. اگر خواهید با ما همراه شوید. در منطقه کاری امان ما مسجد داریم و نمیخواهیم که نماز خواندن ما را ببینند. وقتی که از دل نیت کردی مگر مکان اهمیت دارد؟ مرحمت همراه میرویم. ندارد، البته حق هستی. این طور باشد با شما همراه میرویم. رفتیم نباشد. مرحمت. التماس گریه نکن. چرا من؟ چرا از بین اینقدر دختر مرا انتخاب کردید؟ یگان سبب ندارد. تنها مجبور شدم که یکی را انتخاب کنم. همش همین است. وعده میدهم که به تو یگان چیز نمی شود. به من باور کن. فهمیدی؟ فراموش نکن که آدمی بدام گرفتار میکرده بسیار نیک است. باید او را از این کاری افلاس نجات دهم. من به تو آیدی آن مرد معلومات میدیم که تو دقت تشکیلات رو مشغول کنی و تو باشی گویا که خودت فهمیده باشی به آنها دسترس میکنی. همش همین طور کسی ضرر نمیبیند. بسیار خوب. حالا باشد تیار شو. کمی پس برای بردن تو میآیند. به تو تنها ضرور میآید که به همش خوب شده است گویی. باقی موندهش را من خودم حل میکنم. تنها یک نماز نمیرسید. باز این بسرم. نماز آخران خواندم رو در یاد ندارم. آخر نمیدونم. این کار چی میشه؟ جناب ما کمی در یاد دارم. اول باید چیکار کنیم؟ چیکار میکنیم؟ اول دستانمان را به قفای گوشمان میبریم. دستانت را فرار. در اطرافمان روزنامه نگاران هستند که ما را شرمنده میکنند. نشان نداده نقد کن. فهمو جناب، اما نشان نداده نقل کردن نمیتوانم. نشان نداده نقد کن. دستانمان را با گوشمان بردیم بعد چی؟ پس آن با قدری یاد داشتم 2-3 مراتبه خم شده. انا بعد راست میشویم. درست زفر، لیکن در بین حدیث بود، حادثه بود. این چی بود؟ آن رو نقل کن. سوره جناب، سوره.
گفته شما دیگر است. حدیث باشد. تماما دیگر چیز است. حدیث و جناب من هم پورا نمیدانم. حاضر به یادم نمیآید. آخر نماز را در دل میخوانند و شما تنها لبانتان را جنبانید کفایه است. فهمم. این نماز رو شرمنده نشده از سرگذرانیم بسیار خوب میشه. دیگر چیزی نمیخوام. شرمنده نشویم شد. آمدیم به طرف راستگاه. سلام علیکم. چی حال داره؟ خوب هستید؟ خوش باشید. خوش باشید. محترم رئیس خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. اینها با کجا می روند؟ جناب قلیچ طهارت نمی کنید؟ هنگامی از خانه بر آمدن طهارت کردیم. یعنی به طهارت نمی گردم میگویید؟ تا قدر امکان. خدا قبول گردانه. ریاکار. جناب پای افزال ها رو میبراریم. میدانم ظفر، میدانم. ما چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ بشینیم یا اینکه راست استیم؟ همه نشسته است، ما هم می نشینیم. آخیسته تو چی کار میکنی؟ در اینجا بشین و مانند کدو در پیش من راست نیست. این همه که پیر رو تقلید میکنیم، در حد اقل او رو تقلید میکنیم. بشین. جناب آمدند. مرا گوش کن. آدمانی در اطراف تحسین بوده را با دقت ببین. فراموش نکن همه‌شان شبه نکن. جناب من حالا به این عمق نگاه کنم یا اینکه به آنها؟ ظفر سفسطه نخوان. به این هم عصبی شدم. یک به این نگاه کن یک به آن. خواطر نشو. همش خوب می شود. خانم پرویز فرحی زنگ زد. خیر؟ آید قطع کردن عملیات خبر داد. برای چی؟ دست کشیدن؟ نه دست نکشیدند. برای این وظیفه پرویز فرحی جاسوسان خود را وظیفه دار میکرده است. چه یعنی؟ خانم این حالت نازک است و نمیخواهم که در این کار ناکام شوم گفت. این ناممکن است. کی
будани ҷосусро фаҳмидӣ? яке аз шогирдони худаш аст, духтаре ки таҳсили махсус гирифтааст, аммо шиносномааш махфӣ нигоҳ дошта мешавад гуфт. худоя тавба, шогирди ӯ ба монанди худаш бераҳм аст. онҳо то ба мақсад нарасанд, хотирашон ҷамъ намешавад. худоя, ҷаноби таҳсинро маҳв мекунанд. бешир, бечора ҳайф мешавад. ба Парвиз Фараҳӣ саломамро расон. ӯро ба дом афтондам ва боз ҳамдеҳаи дарвеш Гулсуми ҳақиқиро фавран яктарафа кунед. خدا قبول کند جوانی بدبخت. آمین. انشالله خدا تنها نمازهایمان نه بلکه دعاهایمان را نیز قبول میکند. شاید انا آنگاه از ریاکاران این وطن به پررگی نجات یابیم. آمین آمین آمین. اما تو وقت آخر بسیار پیش را هم میبرایی. احتیاط شو که سرت را پخش نکنم. با دیدنی من عادت کنی خوب میشود. چون که با تو حساب کتابی زیاد داریم. قلیچ دهن. تو برای خونهای ریزانده‌ات، جانهای گرفته‌ات تا حال جواب نداده ای. تو آیدی چی سخن میرانی؟ تو خوب میدانی که من آیدی چی سخن میرانم. به افسرانی جوان رحم نکردی و من هم به تو رحم نمیکنم. تو باز نترسیده مرا تهدید میکنی جوانی بدبخت. جناب میتوانیم رویم؟ خدا قبول گرداند قبول گرداند. خواطر نشو حالا باز وا میخوریم. خدا قبول گرداند جناب تحسین. از شما هم چی شد؟ هیچ چیز نه. دومش رو زیر کردم او باشد داد زد. شخصی حجت ها رو به تحسین دسترس کرده را یافتیم. یکی دشمنمان را یافتیم. از این میبراید که برای همین در اطراف تحسین دو میزند. در خانه استا خرید هم وی بود. سوش را اون نیز به حبس گرفتار کرد. آیدی کی سخن میرانی جناب؟ چه خیل آیدی کی یگید؟ آیدی دشمنمان جوانی بدبخت عیز. دشمنمان عیز است. عملیاتی معتاد را نیز میدانست. امروز باشد مخفیانه ما را تهدید کرد. خون شهیدان گفت. از این میبراید که شخصی طریق تلفنی به سیم گپ زده با این در تماس است. وگرنه چون این کودک در این جاهای چی وابستگی دارد؟ از گریبانش گرفته به اینجا میاری یگید. اگر لازم آید پسترش را کنده گپ میزنی. اگر گپ نزد عذاب میدهی. با این راه هم نشود به سرش تیر میپرانی. همین طور میمیرد. اما او را در اینجا دیدن میخواهم. اکنون رفته او را به نزد من بیارید. ظفر تو هم همراه با او میروی. لازم نیست. من خودم حل میکنم. همراه روید. نمیخواهم که معما شود. زبان نگه دارید. یگان کس خبردار نشود. زود باشه. اطاعت جناب. رفتیم. شما در کجای دکه؟ کودکی غریب سخنی مرا به شما نرساند. اوف
چند روز باز چشم برای شمایم. اوف صد افسوس. آنجا چی گپ است؟ با فکرم صدمه رخ داد. آیسته با پیشت نگاه کن. با پیشت نگاه کن برادرم. کورستی؟ این چیز من با خودی پرتو صحبت کردم. سلام برادر. خوب هستی؟ تو هم به مانندی من شدی ها؟ درونت پر از پرتاب شده است. تو حال میکشانی. درونت را خالی کن. به من خالی کن. گپ زن. من گوش میکنم. بله سخت مست است. با قوطی پرتو صحبت میکند. با من گوش کن. لباساش تازه می نمایند. انیخوای پول دارد. بیا زود کار کنیم. ما چرا ایستاده ایم؟ بیا راه گرد رفتیم. آی این بچه ها چی کار کردن یان؟ با فکرم غارت قرارنم. بگذار چشم آنها مرا نبیند. چرا با اینجا اومدیم؟ آیاز را باید ببینیم. شاید در اینجا باشد. تو رفته بین. من در اینجا میستم. شاید ماشین رو دیده گریزد. باید با تدبیر باشم. بسیار خوب. تلفن زنگ میزند. تشکر اشتیایتون. گل جواب ده. گل جواب ده. از برای خدا با تلفن جواب ده. ای دختر زودتر. تلفن زنگ میزند. زود راه گرد. آمدم. زودتر زودتر. الو؟ الو؟ خاموش کردند. اپا میبخشی و مثل سنگ پشت راه گردی البته این خاموش میشود. تا سحر زنگ نمیزند کو. چرا تو به من دویما اپا میگویی؟ من پیر می نمایم؟ چرا تو را اپا میگویم؟ چی گویم اپا؟ اجی نگویم. نیستا. من تو رو چی میگویم میدونی؟ من تو رو ینگه گل میگویم. ینگه. سفسطه نخونه است؟ در اینجا هم نیست. کجا باشد این سگ؟ قماندان تا حال آیاز را پیدا نکردیم. همه جای را دیدیم اما نیست. گویا که زمین کفیده او را فرو برده باشد. چه خیل نیست؟ چه خیل نیست؟ به خانه خالد نرفتید؟ جناب حالا در همین جاییم. فهمم. از آنجا دور نشوید. در آخر به پرتابگاهش می آید. گوش کن ظفر، اگر جوانی بدبخت را دستگیر نکنی با تو مناسبتم را دیگر میکنم. فهمیدی؟
در کجایی که بینید دست و پایش را بسته به من بیارید. اطاعت جناب. با کجا پنهان شدی ایاس؟ با کدام سوراخی در آمدی ها؟ با کدام سوراخی؟ جانان چرا بر وقتتر به یادم نآمد؟ البته او میداند، جانان میداند. با تو صحبت کردن خیلی شوق بود چمپیون. و گاه باز در همینجا فهمیدی؟ خیر تا باز دید. ایستا. شما کیسته؟ چی شد؟ زود امیونت را برار. از من دور شوید. با من مشغول نشوید. شرکت نزنو. امیونت را ده وگرنه تو را میکشیم. دفشم. امیونت را ده. گمزن زبونت 1 کیلومتر بود. گمزن آخی چرا دامت را گرفتی؟ در آنجا باز چی گپ شد؟ بیادب ها این بیچاره رو لطو کوب میکنن. حالا من به شما نشان میدهم. این نمیشود. چرا با من نگاه میکنی؟ زود امیونش را بگیر. هی! با این آدم کاردار نشوید. به خدا شما را پاره میکنم. با همین چوب دهان و بینیتان رو یک میکنم. از اینجا روید. جناب خوب هستید؟ به شما چیزی نشد؟ بیاز یاری ده بیاز. بچه ها شما کارتان رو دوام دهید. به ملال این پلید رو زدن گیرید. اگر خواهید با این چوب بزنید. گیرید. این بیوه چیه؟ دیوانه است مگر؟ بیاز نرو ایسا. بیاز نرو. بیا برادر این کار را به آخر رسانیم. از من دور شوید. به من نزدیک نشوید. ما را مجبور نکرده امیونت را برار. نزنید. سر دیه. نزنید. ایستا برعکس. تو چی کار کردی؟ این رو کشتی؟ ای برادر امیونش را پرتو میگریزیم. Yok teşekkür ederim. Bu yeter. مادر چیکار میکنی؟ پسرم کلان شده ای اما تا حال خورا خورده نمیتوانی. مثل کودکانی میرزونی یا اینکه تو هم با پدر قشلاقیت مانند شدنی. آخر شما افلاس کردید. زحمت باشد هم خودت چنگک رو گرفته خوراکت رو خور پسرم. رفته بین درو کشو زودتر. مادر بهتر شما رفته درو بینید. درو کشو. اگر پدرت باشد با او بگو که مادرم از غم و غصه کسل شده از جاش خسته نمیتواند. حالا ایست آینه نیلگون رو خاموش کنم. اوه خدایا از آنها باید بترسیم. آخر 60 ساله شدید تو حال نیرنگ میکنید. 60 ساله؟ خیر 55. 55؟ 50 روزی شوید مادر. با تو 50 رو نشان میدیم. یا توبه یک طرفیست. جانان در کجایی؟ این دختر در کجاست؟ جانان در کجایی؟ زود پایم فرا. 1 دقیقه من به شما یاری میدیم. چی مشکلی داری؟ تو یک طرفیست ای زن. جانان مرا بالا نبرآورده با پایم فرا. چی شد؟
چه خیل چی شد؟ گوش کن. او در کجاست؟ آن سگ در کجاست؟ آیدی کی میگویی؟ گوش کن. نیرنگ نکرده. به من جایش را بگو. آیدی ایاس! آیدی ایاس! هی برخیز. بهوش شدی؟ هی قاتل برخیز، در خانه‌ات خواب رو. ای رزیل برخیز. خدایا این مرده باشد. اوف، با فکرم هنوز نمرده است. اوف، ای خدایا باز سرش آسیب جدی ندیده باشد. اگر بمیرد به سرم بلا می شود. بیا برخیز. با تو برخیز گفتم. بگو آن سگ در کجاست؟ قسم میخورم که تو و او را میکشم. نمیدونم آخر نفسم گرفت. بگو در کجاست؟ به من دروغ نگو. میدانم تو با آن شخص حالا هم وا میخوری. دختر اگر یگان چیز را دانی پدرت را عصبی نکرده بگو. این پدری من نیست. ها، حالا همین خیل است. حالا میبینی که من چیکار میکنم. جسد آن سگ را آورده پیش پایت میپرتایم. فهمیدی؟ تو را با پسرم آیله دار میکنم و در تویتان رقص میکنم. به همه چیز آماده باش جانان. انا همین طور. اپا خوب هستی؟ ایاز نبیا. نبیا دادرم. التماس میکنم نبیا. آها، با خدا که او میآید. با فکرم خطایی نیست. ایش او نبوده است. این لعنتی کجا شد؟ آخر در اینجا هیکل شدیم. لبای گل مادر وای. تو چی کار میکنی؟ آخر قمدان کلیجی با کسی نگوید نگفت. الو گل خواطر نشو. یگید همراه من است. همراه هستی. شد تمام. مالش خیر. تو در خوابی من چی کار میکنی؟ دختری دیوانه. من کجایم؟ من چی شد بیاز؟ دیشب تو را فوتبال کردن. بعد به زمین افتیده سرت رو کفاندی. من تو را به بیمارخانه آوردم. البته اینقدر نوشی چیزی در یادت نمیموند. در واقع این رو هم گیر. باز دزدی نگویی. چرا مرا نجات دادی؟ کاش که میموندی که میمردم. چرا نجات دادی؟ مادرم، پدرم و دختری دوست داشتم از من روی گردانده. تو چرا مرا نجات دادی؟ بیاز مگر تو دیوانه هستی؟ مگر من به این سزاوار هستم؟ یا اینکه من با آدم مانند باشم؟ افگار شدم بیاز. از زندگی کردن افگار شدم. با پدرت فرزندی شایسته شو سوش.
سرخم نکن. دائما سربلند باش. تو نسبی دهن رو داری. زن، شکن، پاره پاره کن سوش. میدونی که من مانده شدم. از زندگی کردن خسته شدم. کاش که میموندی که من میمردم و خلاص میشدم. چرا من رو نجات دادی؟ айаз савор шав, хеле зуд савор шав. тинҷи аст апа? маро таъқиб мекунӣ? бале, мухлиси ашадии ту ҳастам. ин хел бошад бисёр хуб. ба шумо имзои ман лозим апа? ба куҷо меравӣ? ба маркази геологӣ. бо қодири қушчӣ вомехӯрам. тинҷи аст? ман як миқдор замин дорам. ӯ харидор шуд. хулос мефурӯшам. توبه توبه. ба касе нагӯед. ӯ пули хуб медиҳад. қодире ки ман медонам то фоида набинад гуноҳи шахсеро намедиҳад. боз ягон найранг накарда бошад. аҳамият надеҳ апа. бе ин ҳам фурӯхтанӣ будам. ҷаноби ҳалдун ба ман барои корҳои шоистаам дода буд. ҳоло намехоҳам ки замини ӯ дар номи ман бошад. хуб рафтем. ту худат медонӣ. ин тавр бошад туро мебарам. چی خیل نیافتید؟ چی خیل نیافتید؟ این طور باشد این شخص به کجا گم شده است؟ آخر پرنده شده نپریده است؟ گوش کنید. مرا با دقت گوش کنید. یگان روز کرده های ما را فاش می کند. فهمیدید؟ تنها آن جوان بدبخت می داند که دشمنی ما کیست. حالا باشد رفته آن شخص را به نزد من بیارید. ایاز را به نزد من بیارید. زود! نیافتم نگویید. تو برو. من به حاجت خانه می روم. مایلش زودتر بیا. апа, телефон занг мезанад. ҷавоб деҳ охир. кар ҳастӣ? ҷавоб намедиҳам. чаро? аз рӯи ту шуда дигар ба ҷонон дурӯғ гуфтан монда шудам. ин ҷонон бошад? эҳтимоло бошад. ба телефон ҷавоб деҳ гул. ҷавоб деҳ. گل زود. باره باشد هم در وقتش با تلفنم جواب ده. جواب ده. اوف، عصبی شدم. عقلم بردارو بگو که اون نیست. لابای جانان تویی؟ телефонро хомӯш кард. ба ҳоҷатхона рафтанӣ будӣ? дурӯғ гуфтам. чӣ хел? ту чӣ кор мекунӣ? бигит. ту чӣ найранг мекунӣ? کوشش دارم تا با دوست داشتم صحبت کنم. از دیروز است که از من دور نمیشوی. برای همین دختر خواطر شده است. آها. ای گل ها؟ گل رو دوست می‌داری ها؟ با خدا که ما فهمیده بودم. قسم میخورم که. ای بچه اعتراف کن. گل رو دوست می‌داری ها؟ باز او. апа, аз барои худо гӯшакро бардор. нест бигӯ, чизе бигӯ, мурдааст бигӯ, дигар занг назанад, бас аст. марҳамат, ин дафъа ту чӣ кор мекунӣ апа? алло, аяз? хайрият ки овозатро мешунавам.
چی میگویی جانم؟ برای چی به ایش زنگ میزنی؟ چی میگویی؟ چی مقصد داری؟ گپ زن. Ayaz, باید عاجلا صحبت کنیم. Ayaz, iltimos میکنم. باید اویدی موضوعی مهم صحبت کنیم. وعده میدهم. موضوعی کهنه را نمیکشایم. الو، Ayaz, خاموش نیست. مرا میشنوی Ayaz؟ پس از نیم ساعت تو را در نزد کول انتظار میشوم. امیدوارم که می آیی. اقلا به خاطر دوستی کودکیمان بیا التماس. چی میگوید؟ میخواسته از صحبت کند، مرا انتظار بوده است. خیر؟ چی خیر؟ این خیر ندارد. این مسئله تمام شد. چخلی که اکاد میگوید درست بوده است. یک روی حقیقی است. بله همین خیلم. چی شده است؟ زود این سگ رو یافتم گوید. زود. الو؟ آوازت نمی آید. ایپک همسری هلدون هستم. کی؟ ایپک مادری جانان هستم. چی میخوایی؟ چی میگویی ای زن؟ با فکرم ایاز و جانان وا میخورن. این خبر رو نگوید که از من شنیدید. تو چی گفتی؟ کی و در کجا؟ گپ زن ای زن. پس از نیم ساعت در نزد کول وا میخورم. الو؟ بی تربیه. داو که پدر جان تو رو انتظار است. مرحمت. تشویش کشیدی. تشکر خیر. ایاز، در رو محکم کن. ایاز، روز شهید شدن یک کم رو در یاد میارم. روزانه میخواست که با من صحبت کند. شاید شهید شدنش رو حس کرده باشد. نمیدونم، شاید آخرین سخنهایش رو میگفت. میدونی من چیکار کردم؟ برای رفیقم وعده دادم. گفته سر و سیموار با آغوش گرفته بر آمده رفته بودم. سخن آخرینش رو نشنیدم. حتی گپ زدن نتوانست. بعد از آن فهمیدم که هر روز آخران روز و هر سخن آخران سخن بوده است. نمیدونم ایاز، نمیدونم تو این رو چه خیلی میفهمی، اما زفر، آن سگ رو پیدا کردی. او رو در ساحل کولی ماگن شکار میکنیم. فهمیدم جناب. زود میآییم. قماندان ایاز رو از ما هم بر وقت یافته است. چی خیلی یعنی؟ دستگیر کرده است؟ با او دام گذاشته است. کمی پس بدان میافتد. این ایاز در کجا بوده است؟ با کلی ماگان رفته بوده است. در آنجا با جانان با میخورده است. بعد از آن فهمیدم که هر روز آخران روز و هر سخن آخران سخن بوده است. تاکسی!
انتظار شو جوانی بدبخت، عجلت می آید. چی شد؟ گرم شده؟ алло алло ин аязро чӣ хел мо ба гап медарорем? фарҳод бо усули ҳар вақта мекунем, азоб медиҳем. яъне ки ин аязро азоб дода ба гап медарорем, ҳамин хел? худоя тавба. аязро дар куҷо шикор мекунем гуфтӣ? охир гуфтам ку ба назди соҳил меояд. охир кули моганро фаҳмидам, аммо дар он ҷо дар куҷояш шикораш мекунем? дар ҷангал намекунем, вақти даромад дастгир мекунем. ту хуб ҳастӣ? ақли ту дар ҷояш аст? хубам, аммо каме асабӣ шудам. умедворам ки то рафтани мо ба аяз касе хабар намедиҳад. худоя тавба, ба аяз дом сохтанд. аяз нарав, ба назди ҷонон нарав. аяз бояд барвақт равам. гул зудтар бош. тезтар ба он ҷо рав гул, аз мо пештар ба он ҷо рав. از این بر میوت که اومدی؟ ایاز احتیاط شو. ایاز در قفایت است. خوش آمدی جوانی احمق، جوانی بدبخت. نگاه کن چه خیلی دختری دوست داشته تو را به پایش آورد. Doblado en Olimgusat, México. La venganza.